در وطنی فوتبال باشد بعد آنی که من سیتی در فینال جام انگلیا پیشروی اتوبوس لندنی از کریستال پلس را گرفتن نتوانست، پپ سرویران دیگر هر مورد بهانه رفتن را پیش آوردن است. خوسپ گواردیولا برای این مورد کریزیسی بزرگ را پس سر کرد و هرچند که تا به آخر وضعیت را در پرمیر لیگ انگلیا درست نمود، ولی اخیراً صندوق جایزه من سیتی هم این موسم به مثال خود سری پپ به موی و خالی ماند. سبب رفتن پپ بعد کل این رویدادها غیر عادی و عجیب به نظر می رسد. پپ بران است که در صورت از من سیتی خواهد رفت که شماره بازیگران احتیاطی را کم نکنند، قراری رفتن خواهد کرد. خلاص که چنین گپ‌ها واقعا هم عجیب به نظر می رسند، در حالی که دستای مثل ارسنال و اینتر از نداشتن هیئت چخور ذخیروی و عوض کنندگان درکاری دچار مشکل شدند. پپ باشد مست شده و بازیگر در دسته کم کردنی است و خیالم بعد آنی که موسم را با دستان خالی جنبست کرد دیگر برای رفتن چاره نیافت و پیشکی چنین بهانه ها را پیش می آورد.